سلام علیکم هموطنان گرامی. امیدواریم از آفت و گزندها همه ایمن هستید. خدا کند که تک تک ملت عزیزم از این بلای امروز به سر اهل روی زمین آمده کوروناویروس در امان باشد. با این امیدواری ها در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکتی محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروزه مطرح می شوند. کوروناویروس، بسته شدن مرزی روسیه و پیامدهای آن. دادسitoni کلی تاجیکستان خبر داد که برای بازداشت و استرداد مуҳиддин کبیری با اروپا گفتشونید ҷараён دارد. در شاخصی ازادی‌های اقتصادی تاجیکستان 33 زینه پایین رفت. با سبب پهنشوی کوروناویروس و پیشگیری آن از سرایت، اکثری کشورهای جهان مرزهای خود را بستند. از جمله روسیه نیز تا سنه 1 می مرزهای خود را برای خارجیان بست. همساله که در این شب روز مهاجران کاری تاجیک ذخیره برای زمستان جمع کردهشان به آخر میرسد، راه سوی مهاجرت میگرفتند. حالا باشد به سبب بسته شدن مرز روسیه حداقل تا 1 می تاجیکستانیان نمیتوانند به روسیه به خاطر دریافت جای کار و به دست آوردن قوت‌لای موت خود سفر کنند. با این حال اینستیتوت‌های اقتصادی تخمین میزنند که وضعیت اقتصادی تا رفت متشنج‌تر می شود. سازمان‌های بین المللی اقتصادی تخمین میزنند که کوروناویروس به اقتصاد منطقه تأثیر جدی میرساند و باعث به شدت کاهش یافتن سیاحی، سفرهای کاری و قطع رابطه‌های تجارتی و زنجیره‌های استحصالی می شود. طبق خلاصه های اینستیتوت‌های اقتصادی بین المللی، اقتصاد جهان از خروج کوروناویروس می تواند تا 347 میلیارد دلار ضرر بیند. تنها با ارزیابی پیشکی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان بیش از همه ساحه توریسم ضرر می بیند. همینطور این گونه خبرهای واهمه برانگیز همه را خواطر کرده است. امروزها ده مهاجران کاری تاجیک از گوشه و کنار عالم با ما در تماس شده سوال می کنند که نهایت وضع امروزه چه خواهد بود. 10 مکتوب به نشانی ما رسیده است که مهاجران میگویند وضعیت پیش آمده آنها را نگران کرده است. بنابر ما امروز تصمیم گرفتیم با عبدالمنان شیرالیف، کارشناس مسائل اقتصادی صحبت داشته باشیم و به چند سوالهای مهاجران جواب گیریم. پیش از همه می گفتید که بسته شدن سرحدهای روسیه چی تأثیر به تاجیکستان دارد؟ خب بسته شدن سرحد روسیه اگر مثال زنیم مثل این است که آبیاری یک زمین قطع کرده شد. وقتی آبیاری قطع شد، این وابسته به وقت قطع آبیاری است که اون چقدر قطع می شود. یعنی هرچی اون بیشتر شد قطع اون ضررش به زیارت و به درآمدی صاحب زمین بیشتر می شود و هرچی تیزتر آمد همونقدر کمتر. و چون ما میدونیم که اقتصادی تاجیکستان با پولهای مهاجرین سخت وابستگی دارد، بنابراین به در نظر داشتین که در روسیه کرانتین شهرهاش کرانتین می شود یا نه و نرخ نفت چقدر در آینده پایان می رود و اقتصاد روسیه چقدر ضرر می بیند، به نظر داشت همه اینها با فکر من حدود 40% انتقال مبلغ امسال کمتر می شود، تنها با سبب بسته شدن سرحدهای روسیه و مدتی 2-3 ماه. ببینید، نه فقط سرحد روسیه، امروز سرحدهای همسایه کشورهای تاجیکستان هم بسته شدند. این چه تأثیر دارد؟ البته بسته شدن سرحدهای همسایه کشورها تأثیرش مثل بسته شدن سرحد روسیه نیست، اما حتما تأثیر دارد و چند عامل است که می شود گفت تأثیر این بسته شدن این سرحدها هم کمتر نخواهد بود. عامل اول اینکه یک گروه مهاجران تاجیک در قزاقستان کار میکنند که حالا نمیتوانند به اونجا بروند
و عامل دوم به نظری از من اساسی این است که یک قسم زیادی، یک قسم بزرگی مال‌هایی که از همسایه کشورها وارد میشد یا تاجیکستان به همسایه کشورها توسط رفت آمد شهروندان و قاچاق وارد میشد که با بستر سرحد شدن سرحدها این راه این رو بسته میشن. به عنوان مثال یک نفر به قرقیزستان میرود یا به ازبکستان و همراهش یک قسم مالی که آوردنش اجازت هست و حجتگزاری رسمی طلب نمیکند همراهش میآورد و حالا که سرحدها بسته شدن همین قطع میشود و به حساب میانه این ما نمیتونیم مثلا معین کنیم که چقدر مال وارد میشد، چقدر بازار قاچاق چقدر با این راه، لیکن حجم اون بسیار زیاد بود و یک واسطه تامین روزگاری بعضی از افراد بود و یک قسم مال در تاجیکستان تامین کرد. اینا قطع میشود و حتما در نرخ مال و در حجم اون در کشور تاثیر میکنه. بد شدن وضع اقتصادی جهان و پایان روی قیمت نفت آیا تأثیر به تاجیکستان دارد؟ بله حتما دارد، چون اقتصاد جهانی مثل چرخ‌ها یک ساعت است که به هم پیوسته شده است و شکستن شدن یکی از این چرخ‌ها در اون طرف دنیا حتما تاثیرش در این طرف دنیا دیده میشه. قبلا ما درباره شکسته شدن، اگر بینندگان خونده باشند، درباره شکسته شدن یک چرخ بزرگ اقتصاد جهان اقتصاد چین گفته بودیم و حالا متاسفانه چند چرخ بزرگ جهان یا شکست یا اقتصاد جهان یا شکست یا در حال شکستن است و یک اصلا بحران جهانی چی منطقوی به تاجیکستان توسط روسیه و اون توسط پولهای مهاجران میرسد. یعنی وقتی در روسیه بحران شد مهاجران درآمدشون کمتر میشد و همین طور به اقتصاد تاجیکستان تاثیر میکنند. در وقتی بحران جهانی هم توسط روسیه میرسد و در خود تاثیر مستقیم به تاجیکستان دارد، مثل اینکه مثلا تاجیکستان صادرکننده محصولات خام است و در زمان بحران قیمت این گونه محصولات پایان میروند، مثلا آلومینی اولیه، سیمنت، اون چیزای محصولات خام یعنی معدن ها چیزا قیمتش پایان میروند در زمان بحران و این هم میشه تاثیر مستقیم بحران جهانی. البته خدا کند که ویروس کشانده به تاجیکستان نرسد، لیکن مشاهدان نشون میدن که هیچ کشوری در جهان موقع نمیخواهد ماند که این ویروس به اون نرسد، چون الکی 90% کشورهای جهان فرا گرفته است و همسایه کشورهای تاجیکستان هم به اون وارد شدند و متاسفانه وقتی اگر خدا نکرده این ویروس رسید تاثیر اون بیش از همه به ساحه خدمت رسانی که یکی از واسطه‌های اساسی تامین کننده مجموعه محصولات داخلی و تامین کننده بودجه است تاثیرش به اون میرسد و چیزی که ما مشاهده کردیم در جهان در کشورهایی که ویروس رسیده است این ساحه یا که کاملا از کار میموند قطع میشود یا که قسماً، یعنی مثلا در همه کشورهایی که ویروس رسیده است رستوران‌ها، آشخانه‌ها، سینما، تئاتر و این دیگر چیزها کاملا بسته شدند و اصلا کار نمیکنند یا که نقلیات قسما بسته میشود که در نتیجه هم مجموع محصولات داخلی نشون داشت پایان میرود و هم درآمد بودجه حساب اینکه این کارخانه این خدمات رسانی کار نکردند و درآمد نگرفتند بودجه هم درآمدش کمتر میشه. در همین حال وضع مهاجران کاری در روسیه چگونه خواهد بود؟ متاسفانه تحلیل‌ها نشون میدهند که مهاجران کاری در روسیه این سال وضع خوبی نخواهند داشت، بنابر پایان رفتن قرب روبل روسی از یک طرف که در نتیجه قیمت کار ارزانتر می شود و از طرف دیگر کم شدن درآمد مردم روس آن آورده می رساند که اونها برای ساختمان و دیگر خریدن خانه این کارها مبلغ کمتر صرف کنند که در نتیجه کار در ساختمان و عموما خود ساختمان کم می شده و کار مهاجران حتما تاثیر میکنه. آنچه گفتیم این با بعضی حاضره روسیه وابسته دارد، یعنی اگر بحران در همین سطحی که حاضر هست باقی بماند قرب روبل از این پایان‌تر نرود و که ویروس در روسیه به حدی مثلا ایران و ایتالیا پهن نشود، در آن صورت یعنی در صورتی پهن شدن ویروس در روسیه وضع باز هم بدتر خواهد شد و راستی گفت
хавф ин ҳам вуҷуд дорад ки кор хеле камтар аз он шавад ки пешбинӣ мешавад. мутаассифона мушоҳидот нишон медиҳанд ки вазъи русия ҳам ба самти эрону италиёву кореяи ҷанубӣ меравад, чун мақомоти он кишвар тадбирҳои лозимаро дар сари вақт нагирифтанд. масалан барои мисол украина ҳамеги 2 нафар вақте пайдо шуд, тамоми донишгоҳҳоро баст, мактабҳоро баст. вақте ки 10 нафар расид, ҳатто метроро баст, ҳаракати нақлиёта қатъ карду, чанд тадбирҳои бисёр сахт гирифт. лекин русия ба 200 нафар расидааст, вале ҳоло тадбирҳояш ҳатто ними тадбирҳои барои мисол украина ё кишварҳое ки сахт гирифтанд нест. میخواهم شما را پرسم که مهاجران کاری تاجیک آیا میتوانند وابسته به همین شرایط تدبیرهای پیشکی اندیشند؟ بله، حتما میتوانند و به نظر من پیش از همه باید از گرفتار شدن به ویروس بسیار سخت خودداری کنند. اما در مسئله اینکه در مسئله کار اقتصادی چیکار کرده میتونند، من خودم در سطح یک مصلحتچی نمیبینم و تنها همین خیلی میگم که اگر من جای اونها میشدم از پیش از همه از خریدن اشیای دویم درجه مثلا تکنیک، تلفن، ماشین، این چیزا خودداری میکردم و سخت چیکار میکردم اکونوم میکردم. از طرف دیگر اگر جای اونها میشدم من میکوشیدم که از خریداری پتنت تا حد امکان خودداری کنم، یعنی گرفتن پتنت و صرف کردن پول برای گرفتن پتنت، چون امکان دارد که پول پتنت خریده شود و پول و گرفته شود و مصرفی زیاد و کار پیدا نشود و هم پولم بیهوده سوزد. از طرف دیگر این امکان هم وجود دارد که با در نظر داشتی وضعی که از بحران و وضع کار در روسیه و اون چی تاثیر بحران به اقتصاد این کشور میرساند، چون حتما لازم به قوه کاری دارد، امکان دارد که مسئله پتنت از طرف مقامات روسیه بازبینی شود. خب من این مسئله را با خاطررسان میکنم، با خاطر نمیگم که یعنی چون مسئله نمیگم که حتما این کار کنم. من همچون یک نظر خودم میگم که اگر من جای اونها میشدم همین طور میکردم. میخواهم نظر شما را پرسم که دولت یعنی حکومت تاجیکستان چه اقدامات برای کم کردن تأثیر بحران و ویروس باید انجام دهد؟ چقدر که ما شاهدیم تمام کشورهای جهان برای پیش از همه برای کم کردن تاثیر اقتصادی این بحران کوشش دارند و چقدر که دیدیم آمریکا قریب 1.5 تریلیون دلار، آلمان هم 500-600 میلیارد یورو، فرانسه، چین، ژاپن، خود همه کشورها، حتی کشورهای مثل لیتوا و اوکراین اینا برای این کار پیشگیری تاثیر اقتصادی ویروس و بحران مبلغ‌های زیاد جدا کردند. نه تنها مبلغ جدا کردند بلکه بعضی سبکی‌های برای مردم پیشنهاد کردند. مثلا فرانسه اعلام کرد که پول برق و آب و این چیزا لغو میشود و چند دولت تعطیل‌های اندازی اعلام کردن، یعنی انداز نمی‌توانند از یگان کس. خلاصه هر کسی چی کاری در دستش است انجام داده شده است و دولت تاجیکستان حتما باید این کار کند و چون که ما میدونیم دولت تاجیکستان این مقدار پولی که دیگر دولت‌ها صرف کردن ندارد و یافتنش هم در گمان است. لیکن بعضی کارهایی است که دولت میتواند از خود حاضر به عملی کردن اونها شروع کنند. مثلا همون کم کردن یا به تمام از بین بردن انداز که این حتما به بودجه تاثیر میذاره، لیکن اگر این کار کردن شود تاثیرش برعکس بیشتر میشه. کم کردن یا از بین بردن انداز و من اگر نظر من این است که باید دولت به حد امکان چقدر که میتواند به اونهای مهاجرانی که نتوانستند برای کار به روسیه روند و عموما هر نفری که کارش از دست داد حد امکان چقدر میتواند زمین تقسیم کند برای کشتی کار تا مردم توانند حداقل هم روزگار خودش با کشتی کار پیش برده توانند و به شرکت های استحصالی سبک های اندازی عموما
андоза бардорад бо беҳтар аст, то ки истеҳсолот дар Тоҷикистон роҳ афтад. Дар асосан чиқадр мо медонем, яъне ҷаҳишҳои иқтисодӣ бештар дар замони буҳрон ё баъди буҳрон рух медиҳанд. ба ҳамин сабаб бисёр хуб мешуд давлат ҳамина ба назар гирад ва сабикҳои андоз ё умуман аз байн бирдани андоз барои корхонаи истеҳсолӣ, хусусан онҳое ки нав ташкил мешаванд, дар ҳоли ташкил шудан ҳастанд ё камтар фаъолият кардан, ироа кунад ва бо ҳамин роҳ аз мардум дастгирӣ кунад. Ва ба фикри инам бошад ки ин 300-400-500 ҳазор муҳоҷире ки имсол ба Русия ба кор рафта натавонистанд, бояд чӣ гуна хонаводаҳошро таъмин кунанд. Яъне ин мазоҷи давлат аст. Дигар давлат ин муҳоҷиро 20 сол аст ҳукумати давлати Тоҷикистон, мардуми Тоҷикистон иқтисоди Тоҷикистонро таъмин мекарданд ва имрӯз дар як вазъи баде гирифтор шуданд, вазъи нохубе, ва давлат бояд дар фикри онҳо бошад. Навбати давлат ҳам расидааст ки бояд дар фикри онҳо бошад. خب در بعضی نوشته ها و گفتهای قبلی بعضی افکارام نصیحت‌هام گفته بودیم در این جودگی دولت باید چیکار کنه، یعنی پولی که او رو گیرد. خب اینم اصلا هرچند یعنی شاید امکانش کم به نظر میرسد، لیکن باید در این فکرم باشد که هم مبلغ زیاد لازم است برای تامین مردم و از پی تامین شود. در صحبت ما بود عبدالمنان شیرعلیев، کارشناسی مسائل اقتصادی. این کرونا ویروس یک بار وضع جهان را در کوتاه مدت تغییر داد که نظیرش را سالیانی دراز بشریت ندیده بود. طبق معلومات رسانه‌ای شده دیروزه در سراسر دنیا نزدیک به 200,000 نفر به بیماری کرونا ویروس گرفتار شدند. از معلومات دانشگاه جان هاپکینز برمی‌آید که در سراسر دنیا زیاده از 198,000 نفر به بیماری کرونا ویروس گرفتار شدند که از این شمار 81,950 نفر معالجه و شفا یافته، 7,948 کس از این بیماری فوت دیدند. حالا در همه 50 شتات ایالات متحده آمریکا کرونا ویروس آشکار شده است. منطقه آخرینی که در آن کرونا ویروس آشکار شد ویرجینیای غربی می باشد. در ایالات متحده آمریکا نزدیک به 6,000 حالتهای سرایتیابی آشکار شده، زیاده از 100 نفر فوت دیدند. شمار عمومی بیماران در چین 81,000 نفر را تشکیل می دهد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تاکنون از مجموعی 14,991 نفری که در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده اند، 4,996 نفری آنها بهبود یافته از بیمارستان ها مرخص شده اند و 853 نفر نیز جان خود را از دست داده اند. همگی در جهان بیش از 185,000 نفر به کرونا ویروس گرفتار شدند که از این شمار بیش از 7,000 نفر وفات کرده، بیش از 80,000 کس شفا یافتند و بیش از 6,000 تن در حالت وزنین قرار دارند. دادسitoni کلی تاجیکستان امروز ضمن سخنرانیش در مجلس ملی خبر داد که برای بازداشتو استردادی مуҳиддин کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با کشورهای اروپا گفتشونید جریان دارد. در این باره و چند خبر و رویدادها از رسانه‌های دیگر همکارم صفیه گزارش می‌دهد. دادسitoni کلی تاجیکستان امروز ضمن سخنرانیش در مجلس ملی خبر داد که برای بازداشت و استرداد مуҳиддин کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با کشورهای اروپا گفتشونید جریان دارد. یوسف رحمان گفت در مورد بازداشت و به دوشنبه استرداد کردن پیشوای سازمان تروریستی اعتراف شده حزب نهضت اسلامی مуҳиддин کبیری با کشورهای اتحادیه اروپا گفتشونید داریم. این بار اول نیست که مقامات تاجیکستان از بازداشت و استرداد مуҳиддин کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حرف میزنند. هنوز 4 سال پیش سنه 22 ایولی سال 2016 رمضان رحیمزاده در حضور خبرنگاران گفته بود که ما با مقامات اینترپول برای بازداشت و استرداد مуҳиддин کبیری صحبت داشتیم و همچنین درباره بازداشت و استرداد او
مقامات با کشورهای اروپایی همکاری کرده ایستاده است. ماه فوریه سال 2017 مدیر امور پرونده‌های ویژه دادسیتانی کلی تاجیکستان از ادامه گفتگوها برای بازداشت و استردادی موحیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خبر داده بود. جمشید میرزاخانزاده 3 فوریه سال 2017 در نشست خبری در دوشنبه گفته بود تحقیقات محرمانه درباره پرونده جنایی علیه کبیری ادامه دارد و او باید به تاجیکستان استرداد شود. صادق شاهنظرов یاور حقوقی رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در این باره گفته بود که به زودی کبیری و دیگر افراد تحت پیگردی این حزب به تاجیکستان آورده شده نزد قانون و دولت پاسخ خواهند داد. در این مورد خود مهیدین کبیری ضمن یک برآمدش کوتاه گفته بود او و حزبش پیشگاه قانون هیچ خطایی نکردند، اما در مسئله بازداشت و استردادش اظهار داشت که مقامات میخواهند رویایشان به واقعیت تبدیل یابد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سپتامبر سال 2015 از سوی دادگاه عالی تاجیکستان تروریستی و اکستریمیستی اعتراف شده فعالیتش ممنوع گردید. اما مسئولین حزب که در خارج کشور قرار دارند اتهامات مقامات را رد میکنند. تاجیکستان در رده‌بندی نوی شاخصی ازادی‌های اقتصادی میان کشورهای دنیا نسبت سال گذشته 33 زینه پایان رفته است. این رده‌بندی که روز 17 مارس از جانب پژوهشگاه هریتیج فاوندیشن و مجله ز وال استریت نشر شد 186 کشور دنیا را در بر گرفته است. سال گذشته تاجیکستان در ریتینگ شاخصی ازادی‌های اقتصادی در جای 122 و سال 2018 در زینه 106 قرار داشت. گزارشگران به خاطر سطح پستی مالیوی و ناآزاد بودن صاحبکاری و تجارت تاجیکستان را در رده‌بندی نو به گروه کشورهای اقتصادش ناآزاد وارد کردند. با همین حال تاجیکستان در شاخص این رده‌بندی در جای 155 قرار گرفته است. گزارشگران گفتند در سال جاری میزان آزادی‌های اقتصادی در تاجیکستان با 3.4 بال پایین رفته از 100 خال امکان پذیر 52.2 خال را صاحب گشته است. همچنین گزارشگران در شرح موقع تاجیکستان گفتند تاجیکستان در بین 42 کشور منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام جایگاه 37 را اشغال می‌کند و نشاندهنده‌های عمومی آن از نشاندهنده‌های میانه منطقه و جهان خیلی پست‌ترند. گفته می شود طول 16 سالی رده‌بندی نشاندهنده‌های اقتصادی تاجیکستان منفی بودند. تهیه‌گران گزارش همچنین گفتند تاجیکستان برای دست یافتن به آزادی‌های اقتصادی باید قانونگذاری را بازنگری کند، اصلاحات در بازار مهنت به وجود آورد و محیط مساعد سرمایه‌گذاری فراهم آورد. رادیوی آزادی می نویسد کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان اجازه داد که از 20 مارس در مسجدهای کشور دوباره نمازهای دست جمعی خوانده شوند. در خبر آمده است که در اطلاعیه رسمی کمیته دین گفته شده است از همه ساکنان کشور احترامانه خواهش می شود که با مقصد پیشگیری از بیماری‌های سرایتی مخصوصاً کووید 19 در رفت برگزاری نمازگزاری‌های دست جمعانه به قاعده‌های عمومی بهداشتی قطعاً اهمیت جدی دهند. این در حالی است که مقامات سنه 5 مارس در مسجدهای 5 وقته و جمعه را با هدف پیشگیری از سرایت کرونا بسته بودند. مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان نیز از همه پیش سنه 4 مارس ضمن یک مراجعتنامه در صحیفه رسمیش نوشته بود که جهت پیشگیری و ایمن نگاه داشتن شهروندان از احتمالیت سرایت یابی و پهن گردیدن بیماری در بالا ذکر گردیده از نمازگزاری دست جمعانه در مسجدها از جمله مسجدهای جامع 5 وقته و جماعتخانه‌ها به استثنای نماز جنازه موقتاً خودداری کرده شود. قرار بستن فعالیت مساجد جمهوری به خاطر پیشگیری از پهنشوی کرونا در حالی بود که مقامات به جز مساجد فرمان منع تجمع مردم را در هیچ یک مؤسسه و یا جایهای جمعیتی دیگر صادر نکردند. این بود شرح خبرها تا اینجا. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net لطفاً پیگیری کنید. تماس با ما توسط پیام رسان‌های واتساپ
وایبر، ایما و تلگرام 49 15 16 46 15 947. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفتشنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.